Please. Okay. Okay. We're out of power. داریم میریم تا الان فقط شو زیدی دیگه. الانش که تصویر سازی میکنم یه چیز عجیبیه، اصلا آرزوی بچگی من. ایبی که اگه یکی انتخاب بکنی یکم بی‌معرفتی نسبت به بقیه آهنگاش. قطعاً باعث میشه که بریم. از این دورترم بودیم میرفتم. داریم میریم زنده ببینیم، صداشو بشنویم، صدای ایبی جونو. برای من که میارزه. خیلی دوستتون داریم. امیدوارم واقعا قلباً آرزوم اینه که بتونم ببینمتون. این شرایط یه جوری پیش بیاد که بتونم ببینمتون. قلب تو قلب پرنده، پوستت هم پوست شیر. امیدوارم با مامانم هم بتونم یه بار برم. وقتی درگیری و تنها حرمت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره. وقتی بچه‌ها اومدم یه جایی که من خیلی با اینجا خاطره دارم. خیلی آهنگای ایبی جان اینجا گوش دادم و قراره بریم کنسرت ایبی جان. اصلا باورم نمیشه. الان یه جای سردیم، قراره بریم یه جای گرم. خلاصه که خیلی هیجان دارم. خیلی نزن بیا جلو بزن. بیا بزن. داستان این سفر خیلی خیلی عجیب غریب بود. خب طبیعتاً که سفر همیشه ابعاد اعجاب انگیزی واسه همه داره، ولی عجیب غریب بودن این سفر واسه من این بودش که من نوروز امسال که مهاجرت کردم و به کشور عمان اومدم برای زندگی، بعضی روزا سخت بود، بعضی روزا دلتنگی بود. از روزی که اومدم عمان به تمام دوستای خودم، به خانواده خودم، به تمامی کسایی که میدونن من از بچگی عاشق ایبیم، یعنی میشه من الان اومدم عمان دبی برنامه اجرا کنم. ما چون کلاً عاشق ایبی هستیم، بعد هر وقتم که کنسرت میشه مثلا دوست داریم که بریم. و روزی که برنامه‌های آینده ایبی جان مشخص شد، توی پیج اعلام کردن که ایبی جان کنسرت دبی دارن. خیلی بهش فکر کردیم.
من توی یه مورد واسم نشد وجود نداره، اونم ابیه. پس تصمیم نهایی رو جفتی با هم گرفتیم و گفتیم که سخت شاید باشه ولی به سختیش میارزه. یکی از بچه‌ها حرفش رو زد که بچه‌ها خیلی خوب میشد اگر ما کنسرت دبی رو میرفتیم. در یه گروه زدیم، مهر بودش، اوایل مهر بود، گروه زدیم. تو گوشه برشم دیدم توی گروه اد شدیم، اسم گروه گذاشتن که کنسرت 28 آذر سلطان. چند ماه قبل ترش بود دیگه، چند ماه قبل کنسرت بود. گفتیم حالا یه خورده بریم جلوتر ببینیم چجوری میشه این داستان، این کنسرت تو دبی چجوری میشه. اولش خب خوشحال کننده است، بعد یه مقدار ما 2 تا 4 تا کردیم میتونیم نمیتونیم، به حال بودیم باید بتونیم. دبی تا حالا خودمون یا بچه‌ها تجربهشو نداشتیم، هم دوست داشتیم. خب اونجا میدونستیم که سالن خیلی خوبی داره، همینجوری ما داشتیم صحبت میکردیم اونو. میگم این دوستم که پیشنهاد داد خودمونم فکر نمیکردیم که واقعا بشه. این بود که افتادیم کار مقدماتش رو انجام دادیم و بعد بچه‌ها دوست داشتن، همه دوست داشتن بیان، تعدادمون خیلی بیشتر بود. از اون 20-25 نفر 13 نفر اوکی شدن که خوشبختانه ما هم جزوشون بودیم و اصلا باور نمی‌کردم، میگفتم این شوخی دارن میکنن. بعد از اون موقع دیگه دل تو دلم نیست که کی میریم. بچه‌ها اوکی شدن، ما هم تلاشمون رو کردیم، بالاخره خدا خواست. هدیه تولدم هم که همسر جان دارن زحمت میکشن منو میبرن کنسرت ابی. 2 1 یکی از با ارزش ترین هدیه های تولدم بوده. خدا بخواد فردا شب پروازه و به سمت دیدار ابی جان. حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد، شب برسه به فردا. هر آدمی به حال یه علایقی داره، قشنگ مطمئن نقاشی. یادم هست که از 10 سالگی نوار ویدیو بود، توی کاست ویدیو اجاره کردیم، رفتیم نشستیم و گوش کردیم. آهنگ اولین آهنگش هم گوش کردیم، غریبه آی غریبه آی غریبه. بودم خدا این صدا چقدر قشنگه. فکر کنم من 10 سال از سن پسرم بودم اون موقع. بعد این شد که عاشق ابی شدیم و دونه 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 آهنگا رو ما پیدا کردیم، جمع کردیم. این بیسش شد که عاشقان از اون سال تا الان دوست داشته باشیم و بخوام که حتما همچین سفری رو داشته باشیم و بریم برای کنسرت ابی جان. هر موقع خانومم رو میبینم یاد این آهنگ ابی میفتم که همه رنگی رو من شناختم، من با اون رنگ چشات داره میگیر دلم واسه من نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگ. خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل، قدمت روی چشمام یا به این بره از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا کشم بسته برات بود. خانم گلای خانم گل. یه آهنگی رو که من خیلی دوست دارم از ابی جان، آهنگ پوست شیره که برای خودشم سوگلی آهنگای ابی جان هستش. زندون تنو رها کن ای پرنده. خیلی سخته بخوام یه آهنگ رو جدا کنم. گریه نکن گریه نکن. من آهنگ پیچک و بی‌نهایت دوست دارم.
یک روزی اگه تو این دنیا نبودم دوست دارم هر کی اومد بالا سر خاک من آهنگو بخونه، زمزمه کنه، پخش بشه. حالا دیگه تو رو داشتم خیاله، دل اسیر آرزوهای بهاره. هر آهنگی که پلی میشه بر من جذابیت خودشو داره. تک تک آهنگاش تو وجودمه. مست چشاد، با تو، خالی، تحمل کن، پوست شیر، خیلی خیلی زیاد، اصلا نمیشه اسم برد. من عاشق تو ام، یک لحظه شک نکن. این آهنگو خیلی دوست دارم. انتخاب اول آخرم با توه، چون تک تک بیتایی که این شعر گفته حس من نسبت به سپهرش. با تو این تن شکسته ذرات موندن. شاید جالب باشه که سپهرم یه آهنگ داره نسبت به من و اون تو را نگاه میکنم، میگه من هر زمان هر جایی این آهنگ رو گوش میدم تصویر تو میاد جلوی صورت من. بهترین آلبومای ابی از نظر من واسه سلیقه من اول شب نیلوفری، اون که بعد طولو کن، بعد شب زده، بعد ستاره های سربی. سلام عزیزم عزیزم سلام. که از چشات میگیرم بدبین شدی چرا باور نمی‌کنی تنهایی منو کمتر نمی‌کنی طوفان نشو منو یک قاصدت نکن من عاشق تو هم یک لحظه شک نکن. از این که میخوام با دوستان عزیزم این سفر رو برم خیلی حس خوبی دارم، به خاطر اینکه آدمایی هستن که میفهمن، یعنی آدمایی هستن که اونا هم مثل من با عشق این راه دنبال کردن، با علاقه دنبال کردن.
صرفه که آدم بره، به خاطر اینکه به هر حال آدم یه چیزی که دوست داره رو داره انجام میده، چرا نکنه واقعا. و با ماشین، با اینکه اولین تجربهمون بود، با اینکه نمیدونستیم چی پیش رومونه توی جاده، اصلا چه شکلی هست، دلو زدیم به دریا و راه افتادیم. 4 صبح زدیم بیرون و گفتیم که حالا نوبت اینه که بریم ببینیم میتونیم از پس این کار بر بیایم یا نه. اون عشقی که ما به آقای صدا داریم، به ابی جان داریم، باعث میشه تمام سختی‌های راهو به جون بخریم، هر طور شده اوکی کنیم همه چی رو، به هر طریقی شده. داریم میریم سمت مرز که وارد امارات بشیم و بریم برای اینکه دوستامون رو اونجا ببینیم، با هم دیگه به اتفاق بریم کنسرت آقای صدا ابی جان داخل سالن اپرای دبی. ایشون تو غربت کنسرت میذاره، ما هم تو غربت میدویم که برسیم به کنسرتش. پیمان رو اولین بار میبینم، دیدم پیمان با یه نفر دیگه خوشحال رفت طرف آسانسور، رفت بالا، چون پیمان رو دیده بودم. ما همچنان تو لابی نشسته بودیم، گفتم بیچاره شدم تمام. بعد یه همون موقع آقا فرشید از آسانسور اومد بیرون و گفت کیا هستین تو لابی؟ گفتم که من هستم. گفت شما بیا بچه ها همه بیان. رفتیم سوار آسانسور، رفتیم بالا، رفتیم نشستیم. انقدر ذوق زده شده بودم، از ذوقشم گریه میکردم دیگه. بعد نشستم دیگه تا دیگه ابی جان اومد، اصلا کلا دیگه نمیدونی چه حالی بود. خیلی خوب بود، خیلی خوب. دیگه که تموم شد دیگه هر چی که دیگه اصلا دیگه هیچی برام دیگه مهم نبود. اصلا زندگی برام مهم نبود، به خدا هیچی برام مهم نبود. خیلی خوب بود، حسش خیلی خوب. سه ماه پیش رفتی آنتالیا کنسرت ابی جون. درسته؟ کنسرت رفتی، ابی جون رو دیدی، اون شوق کنسرت و دیدارت رو بهش رسیدی. 3 ماه گذشته، الان چی شد دوباره اومدی دبی؟ واقعا دوست دارم ببینم فرصت. چرا؟ چون هر بار میبینی که انگار تازه بودیش، انگار بار اولت. تا کی فکر میکنی ادامه داشته باشه؟ در کجا مطمئن؟ از اینکه قراره به زودی من تو کنسرت ابی با
هموطنای خودم شرکت کنم و موزیکاشو هم نوایی کنم، واقعا بی‌نظیر. خیلی خیلی خوشحالم. این خلوت سرخوردگی اگر 1% من بیجان رو ببینم نفسم میگیره، قدرت تکلمم رو از دست میدم، فقط اشک میریزم و میرم سمتش. واقعا فکر میکنم نتونم صحبت کنم، یعنی اصلا گفتنش خیلی سخته دیگه. شما یه چیزی رو که مثلا اون مثلا یه چیزی 100، شما به اون 100 رسیدی. چقدر خدا باید یه آدم رو دوست داشته باشه که یه محبوبیتی بهش بده، یه موفقیتی بهش بده که سالهای سال با کمک همون خدا بتونه این رو نگهداری کنه ازش. و کم نیست 50 سال بخونی با این همه برنامه، این همه متقاضی، با این همه تماشاچی، با این همه درخواست، و این خب نشون میده راه درست بوده. اصلا احساس این که واو ابی جان الان روبروی من وایساده اصلا این نیست. حس میکنی خانوادت رو دیدی و این استقبال گرم ایشون همیشه منو شگفت زده کرده. واقعا اون لحظه برام اصلا توصیف ناشدنیه، بی‌نظیره. اصلا استرس میگیرم، اصلا نمیدونم دیگه چجوری خوشحالی خودمون باید اونجا بروز بدم. دلم میخواست یه بار دیگه بغلش کنم و یه ماسی دیگه به سرم بزنه. فکر کنم اون تنها کاری که خوب آدما میتونن انجام بدن یه گریه‌ای انجام میدن. ابی جان خیلی 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 ازت ممنونم که ما با شما عاشق شدیم، با شما غمامون رو گذروندیم، با صدای شما دلتنگیامون رو رفع کردیم. خیلی خیلی ازت به خاطر همه خاطرات خوب و قشنگی که برامون ساختی ازت تشکر میکنم. این همه خاطره برای من درست کرد، این همه تو غمم تو شادیم صداشو گوش کردم، دوستم منجرش رو ببوسم و بکن دست درد نکنه ابی جان، دست درد نکنه. خیلی تو تنهاییامون توی لحظات خیلی سختمون به دادمون رسیدی و تونستیم با صدات آرامش داشته باشیم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، غبار پشت شیشه میگه رفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، غبار پشت شیشه
باور نداره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره. دوست دارم همیشه خدا برای ما بخونی بدون بازنشستگی. دوست دارم ببینم. برلین 2 تا قسمت دید. بله بله. اول شما واسه قلبم پیرهن عذاب دوزه با تو انگار. How are you? Very good. Great to have you here. How are you? What a pleasure. The pleasure is mine, thank you. Yeah, we have a little gift for you. I appreciate it. آرزوی سالهای من برآورده میشه. It's okay, Mama. It's okay. من با اینا آشنا شدم از بالا. عزیزم.